کار میکنه میلاد؟ ویترین میزنم بابا جون. بابا ویترین 24 ساعت میزنی دیگه، برو یه دنبال زندگیت باش. 30 سالته بابا جون. بابا 27 20 بگو 27. 27 سال کمه دیگه. کمه مگه چه ما آرزو داریم زن بگیرید بزنیم برقصیم. من بابا 2 تا پسر داشتی زن دادی، کار داره با اونا؟ سهم تو فهم میکنه با اونا. سهم من زوده واسه من خودم هنوز میدونم زوده برام. زود نیست. زوده بابا، منو بدبخت نکنه. بدبخت نمیکنم، میخوام خوشبختت کنم. 5 سال دیگه میگیرم، خیالت راحت. 5 سال دیگه تو پیر میشی. پیر نمیشم. همه الان 40 سالگی. چه میخوای بچه بزرگ کنی؟ 35 سالگی. به درد میخوره بگی. چرا به درد نمیخوره؟ حوصله دارم اینا رو اینجوری ردیف چیدم اونم بزرگ میکنم. تو فقط اینه دیگه میارم میدم. آره اینا. آره با اونا میارم میدم مامان بزرگ کنه. آره مامانت بیکاره بیارم اینجا واسه بابا اون زنی که تو میخوای واسه من بگیری و من دوست ندارم. تمام. دوست ندارم اونو که تو میگیری به درد من نمیخوره. خیلی هم عالیه. زندگی من اون نباید بیاد. الله اکبر. چی؟ نه. بیار ببینم. بس میکنی؟ خندیدم. نه اونی که من خودم دوست دارم میخوام بگیری. یه کارت این شده دیگه. کارم کلا بچین بالا اونو بچین پایین. خودت شو کن. پسر مردم معتاده، نه کار داره نه چی. داریم کار میکنیم میای میگی زن میخوای بدبختمون کنی، بگو من جمع کنم بریم دادگاه پاسگاه بالا پایین. نمیخوای بگیری اینا واسه چی آوردم من؟ اینا رو من اونورا آوردم. مثلا میدونی با چی بدبخت آوردم؟ خب با هر بدبختی آوردی من اعصاب زن نگه داشتن ندارم بابا. اون نداره واسه چی کار میکنه؟ کار میکنم دارم میخورم دیگه. استفاده میکنم. خودت الاف کردی واسه الاف چی دارم؟ خودم اینجا وای میستم دیگه. نه میچینم قشنگ. نه آره گیر دادی به من. دوباره بگیر. زن بگیر بچه باید بگیری دیگه. به وحید و سعید بگو بچه بیارم. گرفتن دیگه اونا. گرفتن خوش به حالشون. من نمیدونم. من همیشه زنده ام واسه تو زن بگیرم. ان شاء الله 1000 من نباشم به تو زن میدم. نه به خدا نمیدم. به خدا نمیدم. اون گوشواره برم بگم چی؟ پسرم زن میخواد میگن نمیگن چیه؟ بابا گوشواره یه دونه دماغته یه دونه گوشته. کدوم آقا تو پسری؟ بابا این همه ریش همه زنه دارن. یه سال نزنن همون میشه. نه بابا زنه ریش دارن. اینا گیر دادی به من گوشواره و فلان و گوشواره زده. بابا گوشواره مال زنه. بابا چه ربطی داره؟ خال واسه فلان ایران گیر دادی خرابانا. این که تو خونش یه حیوانی هست، این حیوانم جز خانواده حساب میشه. تو حق نداری بگی حیوانه بره گم شه. اصلا مقام چیکارش کنم؟ یا راش نمیدادی انس با این خونه پیدا نمیکرد، حالا که انس پیدا کرده وظیفت بهش برسه. حیوانه یعنی چی؟ حیوانه یعنی چی؟ همین حیوان هم نفرینش میگیرم.